چی فکر دارید از همه کسب خطرناک کدام کسب است؟ فکر من همین کسب یا موسیقی باشه با جان بازی میکنیم سر اگه جنگ پنگ اگه حادثه شود اول اما امروزها رو میبرم بسیار همین کسب خطرناک است برای جان آدم که جان آدم برای انسان همین مهمه چه با جان بازی میکنم. با اندیشه شما در تاجیکستان کسب خطرناک کدام کسب است؟ با اندیشه من کسب ادوکاتی که برای اینکه حاضر در همین تاجیکستان بسیار ادوکات ها رو به نظر من کسب از همون دشوارترین می باشد که خیلی گفتیم که به هر راه میبرم یا گفتیم که پستایی میکنند. با اندیشه من از همه کسب خطرناک این کارمندانی که زیدی سوختار کار میکنن با اندیشه من همین کسب خطرناک است. از کدام جهت؟ از جهتی که وقتی که سوختار میشود آنها از بحر جان خود میگذرند جان در کف دست آنها به خطری آدمان را حس میکنند. با اندیشه شما در تاجیکستان از همه کسب خطرناک کدام کسب است؟ با فکر من از همه کسب خطرناک این کسب دکتری. از کدام جهت؟ از جهتی که دکتر با حیات آدمان سر کار میبرند از همین سبب یگان خیلی خطای کم با مرگ دیگران آدم آورده رسانده ممکن. این همچون دکتر رو با حبسخانه یا که با جزای بالاتر آورده رسانده ممکن است. از نگاه شما در تاجیکستان از همه کسب خطرناکتر کدام کسب است؟ با فکر من ساختمانچی. با چه؟ با خاطر خیلی از بلندی افتادنش ممکن همه خیلی یگان چی از بالایشو که می افتاد یا که نفهمیده پرش می لرزد و می افتاد این خطرناک. با اندیشه شما در تاجیکستان از همه کسب خطرناک کدام کسب است؟ با اندیشه من در تاجیکستان از همه کسب خطرناک حالتهای فوق‌العاده یعنی وینی کارهای وینی در حالتهای فوق‌العاده یگان جاها در یگان خالی یگان آب میرود یگان وی میشود یگان جا زیر آب میموند حالتهای فوق‌العاده اونجا میرود ساز میکنند. به همون خاطر کسب خطرناک میشه کمتر. برای اونها چی خطر دارد؟ چی خطر دارد؟ خیلی زیر آب میمونند او را گرفتن در یک زخمین میشوند یگان سنگ در تاشون میده که یگان چیز خوش نمیده.